به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و محترم. بنده مدتیه که تعدادی از کلیپ های منتقدین مکتب تشیع رو در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام مشاهده کردم و چند تا اشکال فنی بسیار مهم رو در این کلیپ ها میبینم. اشکال اول و بسیار مهمی که به این کلیپ ها و جریانی که راه افتاده و کلیپ های رو پر میکنن ضد تشیع وارده اینه که اینها با یک گزاره تاریخی یا روایی میخوان خیلی چیزا رو اثبات کنن و این گزارش تاریخی و روایی هیچ گونه بررسی سندی و بررسی اینکه آیا نقلی مخالف این گزارش هست یا نیست نمیشه و همینجور خیلی ساده این گزارش بیان میشه و سریع و خیلی سریع نتیجه گیری میشه. اما ما اگر بخوایم به دیده انصاف و عقل و روش علمی بررسی کنیم می‌بینیم که واقعا این روش یه روش غیر عقلی و علمیه. یعنی ما نمیتونیم یک تاریخی که پر از دروغه، تاریخی که در تمام تمدن‌ها نه فقط تاریخ اسلام تمام متخصصین اون گواهی میدن که نیاز به تحلیل داره، یعنی تاریخ به ما و تاریخ که اصلا به درد نمیخوره، تاریخ اونش ارزش داره که تحلیل بشه و اونایش که صحیح به عنوان یک مطلب علمی ارائه بشه و اونایش که صحیح نیست کنار گذاشته بشه و در همون کتاب ها بمونه و ارزشی نداره. اما ما اگر میخوایم گزارش رو از تاریخ یا روایات نقل کنیم باید تحلیل کنیم، بدون تحلیل هیچ ارزشی نداره و اون چیزی که موج میزنه در این کلیپ هایی که بنده میبینم همین مشکله که هیچ گونه تحلیلی در این گزارش های تاریخی و روایی رخ نمیده و انگار که ما تاریخی پاک و پاکیزه داریم و تاریخ دقیقا همون چیزیه که این اشخاص توی کلیپ ها میگن و هیچ قول مخالف، هیچ چیزی مخالف چیزی که اینها میگن بیان نشده و وجود نداره. خب این واقعا یه چیز خلاف واقع هست و کسی که دنبال حقیقت و مطلبی هست و حتی میخواد یه تز فکری یه دین رو اثبات کنه یا رد کنه با این روش نمیتونه نه اثبات کنه نه رد کنه. حتی من شیعه نمیتونم شیعه رو با این روش غیر علمی اثبات کنم، حتی در مقام اثبات، و نمیتونم رد کنم، فرقی نداره. مسیحیت، یهود، حتی آتئیست، دئیست با یک روش غیر علمی قابل اثبات و یا رد نیست. مشکل دوم که اون هم هر کسی این کلیپ ها رو ببینه متوجه این مشکل میشه اینه که این افراد فوق العاده با حب و بغض هایی که دارن این کلیپ ها رو پر میکنن. یعنی شخص یه سری عقده هایی داشته یا یه سری مشکلات خیلی بزرگی داشته و یک سری نابرابری ها یا مشکلات اجتماعی رو دیده، حالا میخواد کلن اینها رو حمل کنه بر دین و هر آنچه که به ذهنش میاد و هر آنچه که در تاریخ میونه موافق میل خودش اونها رو بیاره، 100 تا چیز دیگه هم که مخالف میلشه اینها رو نیاره. خب این هم که واضحه، کسی که بخواد یک مکتبی مثل تشیع، مسیحیت، هرچی قبول کنه یا رد کنه و در مقام حتی تحقیق باشه، اگر بخواد تحقیق کنه همچین روشی و همچین کلیپی به دردش نمیخوره. یعنی با این کلیپ نمیتونه به این نتیجه برسه شیعه حق یا حق نیست، چون این شخصی که داره این کلیپو پر میکنه و این مطالبو میگه با حب و بغض شخصی میگه و در مسائل علمی و حقیقی و واقعی که ما میخوایم به نتیجه برسیم که در سرنوشت ما خیلی اثر داره، این کفایت نمیکنه ما با حب و بغض خودمون بریم جلو. نه، باید حب و بغضا رو بذاریم کنار، ببینیم عقل و اون روش عقلایی چی میگه، آیا این گزاره قابل پذیرشه یا نیست. اما اشکال سومی که اون هم اشکال مهمی اینه که این اشخاص کلا مبنای ما ندیدیم ارائه بدن. یعنی خیلی دوست داریم ببینیم آقا مبنای خودشون چیه، شیعه بده، سنی بده، فرض کنید مسیحی بده، یهود، همه بدن، همه بدن، ما خوبیم، اونها میگن ما خوبیم. خب حالا شما اگر خوبید ملاکتون چیه؟ اگر میشه ملاکتون رو به ما بگید، شاید ملاک شما بدتر از شیعه باشه. شما به زعم خودتون شیعه خیلی اشکال داره که ما قبول نداریم. آیا ملاکی که شما بیان میکنید و اون تز فکری که شما دارید آیا اون اشکالاتش کمتر از تشیعه؟ خب بیاد بیان کنید تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم. و من انشالله در کلیپ های آینده تعدادی از این کلیپ ها رو میارم و نقل میکنم و تمام هدف من اثبات
اینه که این 3 مشکل فنی در درون تمام این اشخاصی که با این روش دارن تشیع رو نقد میکنن وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.